سلام دوستان عزیز، قبل اینکه ویدیومو نگاه کنید لطفا لایک ساب یادتون نره. میبینید آرامش نداریم تو این حیات، از هر جا صدا میاد، صداهای مختلف، توپ، تفنگ، فشفشه نه فشفشه نه، تفنگم نه، در کل صداهای مختلف میاد. دور اطرافمون خیابونه، از خیابون ماشین ها، صدای ماشین ها میاد، صدای بچه ها میاد، صدای آدم ها میاد، صدای توپ میاد که بچه ها بازی میکنن و منم باید تحمل کنم دیگه این چیزا رو. دوست داشتم صدای هیچی نیاد، صدای آدما نیاد، صدای فقط حیوونا بیاد، مثل گنجیش جیک کنن و صداشون فقط بیاد، ولی نمیشه، ولی از قرار نمیشه و صدای به جای صدای گنجشک صدای آدم میاد، فقط صدای توپ، صدای آدم.
باید تحمل کنیم. اینم از طبیعته که من دوست داشتم از حیاتمون فیلم برداری کنم، جای با صفایی حیاتمون، و آدم دوست داره باید بشینه تو زیر نور خورشید، آدم یک کیفی دیگه میکنه. حالا اگر این مدلمون شبیه هم نشد، شما بیخیال بشید و هم طبیعت رو نگاه میکنید بسه. ببین چه قشنگ حیاتمون، قشنگ حیاتمون. به 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 به. اینم نقاشی. سعی میکنم شبیه کنم، ولی اگر شبیه هم نشد شما ببخشید. نقاشی دیگه، فقط خرمال مهمه، بقیهش زیاد مهم نیست. قفس رو که نمیشه کشید، چون بیرونم و اینجا هم راحت نیستم، به زور نشستم. حالا به خاطر نقاشی حالا اینجوری نشستم، ولی یه خونه بودم قفس هم میتونستم نقاشی کنم. البته با آبرنگ یا رنگ روغن نمیتونم، فقط سیاه کلم، چون دستم عادت نکرده به رنج. تنبلی میکنم در این مورد. خوبه فعلا. خواستم یکم تنوع بشه ویدیو هم، به خاطر همین این کار رو انجام میدم. حالا بریم سفید رو باز کنیم. سفید زیاد برداشت، نه نباید زیاد برمی داشتم که زیاد شد دیگه، بیخیال. قلموها همشون رنگی هن، فقط با این کار میکنم. اما اون از دست بچه های این دور زمونه. همان از دست بچه ها. صداها عجیب غریب اذیت هم میکنه، باید تحمل کنم. تحملش واقعا سخته. من عجیب گرفتاری شدیم ما. حالا فکر کن از این ورم مگس هم بیاد، مگس بیاد اذیت کنه و بره، اذیت کنه و بره. یا خود فشارمون گره. چقدر مگس میاد میره، یا خدا. خدایا سر بده به ما. خدایا سر بده. مگس، یا خدا مگس، ولمون کن تو رو خدا. اینم رنگا رو خیلی دوست دارم، دوست داشتم زیاد نقاشی کنم. نقاشی رنگ روغن نیست، این آب رنگه، ولی دیگه تنبل سیاه قلم عادت کردم، فقط سیاه قلم. قلنگ رنگیه. بذار بریم چی کار میتونیم بکنیم. چیکار میتونیم بکنیم به این؟
یه جور سعی میدم بکشیم دیگه این نقاشی بشه. نقاشی بشه. از سایه همون بگیریم. خودمون که دیده نمیشیم. سایه همون بگیریم. والا خودم هم میگیرم. البته چند بار گرفتم بازم میگیرم. از این فیلم بردار میشه. فیلم بردار کارم درسته یا نه؟ اگر دوربین عکاسی داشتم خیلی عکسای خوبی میگرفتم از طبیعت یا فیلم برداری کلا. میخوام اینو نقاشی کنم ببینم میشه. سال از اینجا شروع کنم. کاغذم هم کاغذ آرچ نیست، یعنی مقوای آرچ نیست. این آبرنگ مقوای آرچ لازم داره، من ندارم. رو کاغذ طراحی سیاه کلم کار میکنم. امیدوارم مورد پسند باشه. حالا میریم سراغ نقاشی. ببین تکون میخوره. منو ببخشید دیگه، تکون میخوره. هنره دیگه. هنر اصلا اونقدر هنر چرت و پرت ملت میذارن. البته من نباید بذارم، حالا دلم خواست اینجوری باشه. شما نگاه کنید فقط. مثال قفس دور اینه مثلا. این بزرگه رو مثلا اینجوری کشیدم. شما من سوال پیچیدم. بله اصلا با این نمیکشم. این چرت در اومد. با مداد میکشم. اینجا مدادم هست یا قلمم هست. ببینید مگس نمیذاره من. ببینید این سیاه قلمه. عاشقشم دیگه. خیلی کارش درست. ببینید با مداد خیلی راحت تره تا سیاه رنگی.
دیدید اینو برچسب مثلا برچسب کنیم اینجا میشه مثلا قفس کوچک که اصلا کلا کار نکردم همینجور کشیدم.